به نوشته خبرنگاران، صحبت یکی از قاتلان با مادرش در شبکه اجتماعی ایکس نشر گردیده است که در آن درباره حکم اعدام قریب الوقوع صحبت می شود. شهروند اسرائیل تسوی کاگان روز 21 نوامبر سال 2024 در دبی ناپدید شد. بعد از 3 روز جسد او را در شهر العین که در مرز عمان قرار دارد پیدا کردند. آن وقت نیروهای امنیتی با گمان دست داشتن در کشتار 3 ازبکستانی را بازداشت نمودند. خبرگزاری دولتی امارات امیراتس نیوز ایجنسی با تکیه به اظهارات وزارت کارهای داخلی این کشور عکس گمانبران را نشر کرد. رسانه‌های ازبکستان نام متهمان را اعلان نمودند که اینها آلیمبای دولتیاروف، محمود جان کنجبایوف و عزیز بیگ اسماعیلوف هستند. تسوی کاگان که شهروند اسرائیل و مولدو بود، از سال 2020 در امارات متحده عرب زندگی و در آنجا از یک جنبش دینی یهودی ارتدوکسی یا خود سنتگرا نمایندگی میکرد. کاگان همچنین صاحب مغازه خوراک‌های کاشری بود. اسرائیل کشتار روحانی را عملی نفرت انگیز تروریسم ضد سامی نامید.